دوستان رنده زدن اصول و قواعد خودشو داره، در ظاهر هیچ کاری نداره ولی واقعا یک کار تخصصی و با اصولیه. زمانی که شما از روی رنده صفحه اول رد کردیم و روی توپی رد شد، در حد این چوب در حد مثلا شما فکر کن چوبش هر چی هست، نصف چوب رفت روی صفحه دوم، باید فشار دست بره روی صفحه دوم و این طرف دیگه فشاری روش نباشه که اگر این فشاری روی این بیاریم چوب قوس برمیداره و سینه رنده میشه. باید اینو حتما مد نظر داشته باشین. زمانی که چوب رد شد از نصف اون طرف، تمام وزن بیفته روی این صفحه جلو و بعد چوب رو رد کنید و هیچ زمان چوب‌هایی رو که راکور هستن از این طرف دم بنده نذارید، چون چوب رو پس میزنه یه جایتون رو داغون. اینو حتما در نظرتون باشه. چوب باید راقد رنده بخوره، از راه پود نذاریم و حتما از وسط که رد شد فشار دست رو بذاریم روی نیمه دومه، چون که اصولا اینو اصلا رعایت نمی‌کنن و همیشه اینطوری میرن، فکر میکنن که این دوتا صفحه توی یک صفحه، ولی این دوتا صفحه توی صفحه نیست. این صفحه از این صفحه بالاتر. زمانی که این چوب از روی این رد میشه، ما در حد یک دومی که داره برمیداریم برداشته میشه و میره این بالا. زمانی که روی این صفحه میاد، زیر این باید خالی باشه. حالا احتمال داره چوب یا شکم داشته باشه یا قرص داشته باشه، فرقی نمیکنه، یا اصلا سطح نامیزونی داشته باشه. مهم دقیق اینه که این دست بالای اینجا باشه که بتونه بقیه چوب رو صاف کنه. اگه اینجا رو فشار بدین، دقیقاً چوب رو یا سینه میکنه یا شکم میکنه. این آموزش رندمون همینجا تموم میشه و انشاءالله در کلیپ بعد تنظیم کردن تیغ و صفحه ها رو براتون میذارم و تا انشاءالله بریم به قسمت های بعدی دستگاه دیگه. خدا نگهدار.